سلام به همه همراهان خوب خودم. امروز یک شروع تازه است، یک شروع کوچک اما عمیق. من اینجا با دفتر تمرینات 7 روزم نشستم، دفتری که توی اون برای هر شب یک تمرین آرامش بخش نوشتم. تمریناتی که میتونن ذهن درگیر تو رو قدم به قدم به آرامش برگردونه. و این 7 شب رو ببینین، هر کدوم برای یکی از شب‌هایی که این هفته است. 7 شب، 7 شعله، 7 نفس عمیق. از فردا به امید خدا یک چالش 7 روزه رو شروع میکنیم. هر شب قبل از خواب یک تمرین ساده اما عمیق، تمرینی که ذهن درگیر تو رو آروم میکنه، سنگینی روز رو از دوشت بر میداره و به تو کمک میکنه که با آرامش به خواب بری. برای شرکت در این چالش تنها چیزی که نیاز داری اینه که 7 شمع سفید تهیه کنی. هر شب قبل از خواب ویدیوی تمرین همون شب رو ببینی، تمرین رو انجام بدی و به آرامش برسی. اما این چالش یک راز کوچیک هم داره. تمرینات این 7 شب طوری طراحی شدن که هر شب یک لایه از نگرانی های کهنت رو کنار بگذاریم و در نهایت به عمیق‌ترین آرامش ممکن برسی. اگه دلت میخواد که شب‌های بیخوابیت به پایان برسه، ذهنت از فکرهای تکراری خالی بشه و یک هفته رو با آرامش واقعی شروع کنی، همین حالا شمع‌ها رو تهیه کن و از فردا همراه من باش. من هر شب اینجا هستم با یک تمرین جدید، با یک آرامش تازه. فقط کافیه که تو هم قدم اول رو برداری، همراه 7 شب آرامش باشی. مائده یا حق.